که چیزی اشاره نکنم، فقط اشاره بکنم به این که اردلان سرفراز عزیز، فرید زلاند نازنین و بابک امینی، زویا زاکاریان و بالاخره حسن شماعی زاده عزیزم که مجددا ارتباط رو بین شماعی زاده و سرفراز خوشحالم که باعث شدم این ارتباط برقرار بشه. کارهایی رو داریم تدارک میبینیم و دونه دونه ضبط میکنیم که چون هنوز کار داره، هنوز به صورت کامل آماده نشده. اینه که ترجیح میدم راجبش کمتر صحبت بکنم تا آماده بشه. به همین دلیلم اینجا چون خیلی سخته یک کار مشترک و گروهی که یک آلبوم ارائه یک آلبومه تاریخ مشخص نمیشه گذاشت براش. حداقل ما نمیتونیم بذاریم به دلیل اشکالاتی که توی کارمون هست و به هر حال مملکت ما نیست دیگه. باید همه چی رو دونه به دونه پیگیری کنیم و آمادش بکنیم تا جمع بشه و بشه یک کار درست ارائه بشه. خب شما الان 9 ساله که خارج از ایران هستید، زندگی پرفراز و نشیبی هم داشتید. همه ماها با گوشه های مختلف زندگی شما کم و بیش آشنا هستیم. زندگی شما بالاخره چون با اینکه یک چهره هر کی دوست داره این حریم شخصی خودش رو حفظ کنه، ولی به عنوان یک سوپرستار شما همیشه زندگیتون زیر ذره‌بین بوده و همه می‌خواستن که گوگل چیکار داره میکنه. آیا در این چند سالی که از آمریکا خارج شدید اون آرامش خاطر رو کسب کردین؟ در آرامش زندگی میکنی الان؟ تلاشمو میکنم که برای خودم ایجاد بکنم که بتونم کارم رو بهتر ارائه بدم. بله، بیشتر سعی میکنم که تو حریم خصوصی خودم بمونم، با نوه هم بیشتر در ارتباط باشم و پسرم و خانومش و تعداد اندکی از دوستان نزدیکی که از قدیم دارم و تکاتوکی که اینجا پیداشون کردم و برای من همشون جواهرن. بله. با اونا اوقاتمو میگذرونم و مواقعی که کار نمی کنم یا ورزش میکنم یا مطالعه میکنم و یا با دوستانم و فامیلم به سفر میریم، رستوران میریم. اینا محدود میشه به همین. خب میخوام یکی دو تا تلفنم بگیریم، ولی قبل از این اجازه بده یک نکته رو با شما مطرح کنم. در میان صدها ایمیلی که دریافت کردیم، بخش اعظم ستایش از شما بود. تعداد اندکی هم ایمیل داشتیم که گله‌ای داشتن از شما و اون گله مربوط میشه به کنسرت که قرار بود در دبی اجرا کنید. این کنسرت لغو میشه از طرف شما و گله این دوستان این بوده که چطور این رو فقط در وبلاگتون به صورت یک خبر چند خطی نوشتین و چرا از تلویزیون هایی که خبر برگزاری کنسرت رو تبلیغ کرده بودن از اونها استفاده نکردین و اینا به اطلاع مردم نرسوندین و معترض بودن که مقدار زیادی پول خرج کردن، با تور میخواستن به دبی برن و اون پولاشون از دست رفت. پاسخی داری برای این سری از بینندگان ما؟ به واقع من متاسفم برای این اتفاقی که افتاد. همه میدونن که من دوست می داشتم و با شوق دلم میخواست که این سفر رو برم و
براشون برنامه اجرا بکنم. متاسفانه یکی از اشکالاتی که اینجا در رسانه‌های ما هست نبود خبرهای روزانه است. من آگهی اون کنسرت رو آماده کردم ولی قرار بود که از یک تاریخی به بعد این آگهی ها پخش بشه. پخش آگهی ها توسط کنسرت گذاری بود که قرار بود برنامه رو برگزار بکنه، ولی من به محض اینکه دومین قسمت از تعهداتشون اجرا نشد، بلافاصله یکی دو نفر از کسانی که با من کار میکنن رو فرستادم به دبی و متوجه شدیم که نه اجازه ای از اون استادیومی که قرار بود برنامه اجرا بکنم گرفته شده و نه خود کنسرت گذار وجود داره.